سلام دوستان، امروز اینجاییم با برای شام آخر. خیلی خوب بچه اول باید پیازا رو خیلی خوب بچه اول باید پیازا رو خورد کنیم، گوجه رو رنده کنیم و سوسیسا رو به صورت اوریب خورد کنیم. بریم تو کارش. سلام بچه، این گوجه رو رضا پوست کرده. خدای گوجه رو تمیز پوست کردم، برای اولین بار تو زندگیم گوجه پوست میگیرم. ببینم ما بریم پیازا رو پوست بگیریم. نبری قربونت برم. باش، من آشپز بودم یه مدت تو چیز. اینا رو باید باز کنم ازم. نه آره دیگه اینا باید باز شه. اینم که اینم که آشغالی اضافه است داداش. اینا خورمادر پیازا. خب برو گوجه رو رنده کن. خیلی خب بچه‌ها، پیازا رو ریختم با آب بجوشه با زردچوبه و اما قلب رو ببین اینجا چیکار میکنی؟ حاجی کارو بگیر، خورش درست کردم. بچه اینو برای 2 نفر یکم زیاد شد احساس میکنم، ولی خدا کن به این صورت اوریب این مدلی. خیلی دیگه اوریب شد. خیلی اوریب شد. آقا یه دونه سوسیس خام بدیم دهن آقا رضا. خب بچه پیازا آماده شد. خیلی یه کمی زرد شده. بچه گوجه رو الان چیز کردیم. خب امیدوارم فقط خوشمزه بشه، امشب گرسنه نخوابیم. شام آخر روب شمالات کار ندارم ولی فکر کنم روبش زیاد شد. یکم ها کلا ما یکم زیاد میزنیم. گفت یکم بعد که یکم همش میزنیم. بعد یکم چی اضافه میکنیم؟ آب لوله کشی خونه. ببین اسهال کامل. ادویه رو اضافه نکردم بهش. بیا بگی این ادویه اول بود. اوکی زرد کردی شا. این نمکش شور نباشه نمیشه داداش. اینم کاریه، اصلا نمیدونم به چه کاری میاد. اینم فلفل دوست داری دیگه نه؟ فلفل طبیعتا باید دوست داشته باشی. رنگش عوض شد. فلفل طبیعتا باید. و اما باید چاکار اصلی بگیر. اینو بهش میگن اخلاط. کلا فلفل خالصه. این نکن بوی تندیش مشخص اصلا. داری میرینی حتی بطری. ای خدا حالا هم میزنیم اینا رو همه رو با هم. چه کثافتیه. اینا رو هم میزنیم چیشه؟ اگه گفتی شوله کو پیشه نظر گم کردم شوله رو. خب این الان قرار مواد چی مونشه؟ سوسیسامون زوزیزامون. اینم خود سوسیسامون. بچه ها در حال آماده سازی خیلی آروم بندری ها رو وارد میکنه، ولی مثلا من پارچه بندری معروف هم. خیلی ولی خیلی زیاد نمیشه. زدی تو اون روغن؟ زدی؟ تو اون چرا بیزی احمق؟ روغن نیاز داره. بابا خیلی زیاد شد اون. داداش چه کاری دارم؟ میمیریم ها. هیچ جا بدم چی بنده بینه. شام آخر
چپه شد بخور. بچه ها دراشون رو گذاشتیم رفتن استراحت کنن. درت هم بذار. بچه ها این تقریبا دیگه استراحتشو کرده دیگه، تقریبا آخراش باید باشه، یه نمور سوخته. بچه ها آماده شد خب. یا علی یکم سوخته متوجهی؟ اما خوب برشته حال میده. اینم از این خدای همش خوب سرخ شد قشنگ میزون. این اوکی، اون یکی که کلا سیاه شده. ولی خب آجی حالا کار ندارم خب. بیا یه لقمه بدم بزنی. آره خدایی یه لقمه بدم بزن ببین چه جوری شده. جان داداش فقط داغه. بانکیس کلو نگاه این منم توییم. این منم این تویی. بیا این خدمت شما. مرسی. تنده؟ خیلی تنده واقعا داری میگی؟ ولی خدای اوکی اینو بگی من چیز کنم. این تو کم من بزنم. یعنی خیلی داغه. اینو من بزنم. خدای کار ندارم، خدای اوکی شده ولی خب خیلی تنده. بریم شام آخر رو بزنیم.